سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان، زائران، معتمرین محترم، این دروازه 330 دروازه 330 مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای بیرون اگر ای مسجد حضرت رسول الله ببروی و پیش همین دروازه ببروی، همین دروازه 330 این همین منطقه دا ایستادگیم بیرونی مسجد. امروز میخوام برای شما یک مسئله مهم است. یعنی بسیاری میان همین مسجد حضرت رسول در گرداش میستن در گسترنیچا، بعد بسیاری چیزاش رو لازم میشه خریدن. مثلا میخوان یگان چیزای بران که در تاجیکستان نباشه، در روسیه نباشه، مغازینای خوراکی میدک که هر جا در اونجا نیستن او چیزا. انا این مغازین بین داوود های، این مغازین بین داوود چی خوبی داره؟ این اول سوپرمارکت های کلون های 3 اتاجه، یعنی 2 اتاج دیگه بستنی پایون میره و با فکر میاد اتاج دیگه بالا هم داره. چه خیلی هسته خلاص به حد کلون های چیزاش بسیارن. بعد دیگه یک خوبی داره که اگر شما پولی میدان نداشته باشین، دلار در دستون باشن، عربی نباشه، با همون دلار قطعی خرید میکنن. اینجا دلار کرسی 375 حساب میکنن. حتی پولی دلار کهنه باشه در دیگه جا یا نمیگیرن یا ارزان میگیرن، در اینجا میای با کرسی خوب ایدستون در کاسه میگیرن. بعد بسیار چیزای هسته که مقصد در مغازینای میدک نیست، در مغازینای خوراکوری میدک نیست، در اینجا پیداش میکنین. و نرخش هم او جای خوراکوری که میدکن به عربی بقاله میگن، ایو دا اینجا بسیاری چیزاش ارزان های. اونجا قیمت های، در حقیقت قیمت های، اینجا ارزان های. خب این دروازه 330 مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین خیلی برمادین، همین خیلی نگاه کرده میین، هم به عربی نویسته هم به انگلیسی بین داوود نویسته گه. اینجا انشاءالله تعالی شما پیدا میکنین. بعد اسمش نه مغازینان این پرا جای پول میدکنی هم داره. مثلا کدوم جای پول میدکنی بگه در رو پروی نمی بین داوود جای صرافه، جای پول میدکنی های کورساش نویستگی هم در تنش. مقصد خیلی بود این طرفش مغازینا دارن. مقصد این طرف بیای بسیار چیزا هسته، خوراکواری هست. مقصدم که مراجنیک و یگان چیزای سراسیمه باشه اگر گرفته میتونین. بعد انا این پرا اگر بیایم، این پرا جای اوقاتای تیز تیار های، اوقاتای تیز تیار مثل مکدونالدز هم خیلی هن که اینجا نماشو دیگه خیلی هن کمکک. مقصد قطیتون برای گرفته بردن. اینجا جای قهوه هم هست. قهوه آدم های قهوه خر کسلی دارن که اخیر آدم ها به قهوه نمیتونن. اینه بربر اگر این نگاه کرده بریم جای قهوه هم هست. اینه جای مرغای روغن قطعی میپزن، شاورما همش هسته. مقصد اینجا مخصوص برای آدم هایی که چیزای با مزه شو میخوره، میخوام فقط چیزای با مزه بخورم. اینا هم رنگ هم مکدونالدز های نکی کرک نم داره. کرک اینا کرک های. اینا کرک इसमें क्या मिलता है? इसमें कराची बिरयानी मिलता है, कोरमा कारी मिलता है। अच्छा, खुरमा भी मिलता है, शोरमा मिलता है, बर्गर मिलता है, सैंडविच मिलता है। और ये करक चाय के नाम से रखा हुआ है, करक चाय। हाँ, इन हमें करक चाय बानू में हमू चोय हिंदियों में खराम चोय शीर चोय बामू नूम मुंडगिया है करक नमस्कार गया तेज तैयार ना ये पराश हम करक एक्सप्रेस ये पराश कोई नहीं जाम हाय दुबई जो اوقاتای تیز تیار و مقصد دیگر. این طرف هم بیایم همین خیل دکان ها میشوند، او پرا دکان ها میشوند، همین خیل میره دیگه. اوسناش خطون ببینه بسیاری
جا هسته چیزای هسته که انا در کاریان. خب اگر همخه آست آسته بیای با ای مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میبروی. از این ما راست کی اومده سیم راست کی ای اوجا ای مغازین بین داوود طرف جای خوراکی کچ کردیم بعد اومدیم در راه راستکی طریقی ملک فهد راهی ملک فهد دا اومدیم. اینا مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا میخیر باقی در امان الله باشه. الله متعال یک و یکی ما و شما را نگهبان باشه. وطن عزیز ما را همیشه تنجی و امانیش برقرار نگه داره. و الله متعال همه آن کسانی که زیارت مسجد رسول الله میخواهند و عمره میخواهند حج میخواهند الله متعال نصیبشون گردانه. بارها نصیبشون گردانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.